وکیلان مجلس نمایندگان پلات پایانی پارلمان تاجیکستان روز 3 نوامبر طرح نو کودکس اندوز را قبول کردند که طبق آن بسیاری از اندازهای اساسی به طور قابل ملاحظه ولی زینه به زینه کم کرده می شوند. وزیر مالیه تاجیکستان فیض‌الدین قورزاده ضمن معرفی کودکس نو انداز به وکیلان گفت طبق این کودکس شماره عمومی اندازها از 10 به 7 کم کرده شده. یک اندازه که قریب به همه دخل دارد یعنی انداز درآمد از 13 به 12 پایین آورده می شود. همینطور انداز اجتماعی که کارخانه ها از معاش کارگرانشان پرداخت می کنند از 25 به 20 پایین آورده شده. انداز واسطه های نقلیات را با انداز مال و ملک متحد می کنند. انداز اکسیز واسطه های الکترونی برعکس از 5 تا 7 بالا برده می شود. فیض‌الدین قهارزاده گفت یک تغییر از هم اساسی در کودکس نو انداز مربوط به انداز از ارزش اضافه یا خود اندیس است که فعلا 18% می باشد. این انداز که بیش از 40% از همه درآمدهای بودجه از اندازها را تامین می کند به تدریج در 5 سال آینده تا به حد 13 پایین آورده می شود. اندیس از 1 ینور سال 2022 در تاجیکستان 15، از سال 2023 14 و از 1 ینور سال 2027 13 را تشکیل خواهد داد. کودکس قبلی انداز تاجیکستان سال 2013 قبول شده زیاد انتقاد می شد، بخصوص از جانب صاحبکاران که می گفتند کودکس انداز تجارت را در کشور بوغی می کند. کارشناسان بین المللی نیز چنین نظر داشتند. بر اساس گزارش اندازسپار 2019 بار اندازها در تاجیکستان 2 مرتبه بیشتر از بار انداز در پهنای اروپای شرقی و آسیای میانه بوده است. در این منطقه حجم عمومی اندازها 32.8% بوده است ولی در تاجیکستان 67.3%. هنوز ماه می سال 2019 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در ملاقات پرسر و صدایش با کارمندان مقامات انداز و گمرک تقاضا کرده بود که با نظر داشت فکر و پیشنهادهای صاحبکاران بخصوص استحصال کنندگان طرح نو کودکس انداز را ترتیب بدهند. تهیه طرح نو انداز بیش از 1 سال دوام کرده تابستان سال 2020 به انجام رسانیده شد ولی در این بین پاندمی کرونا ویروس سر شد که به وضعیت اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان از جمله به جمع‌آوری اندازها و بوج و خراج‌های دیگر تأثیر جدی رساند و مقامات را مجبور کرد که طرح الکی نوشته شده کودکس را این دفعه با نظر داشت وضعیتی که کرونا ویروس پیش آورد بازنویسی کنند.